همجوران عزیز سلام علیکم. امروز 28 دکامبر سال 2024 است. ما قرار داریم در نزد درخت نوک و درخت نوک 3 ساله است. به مرتبه که زمینی ما با قوت است، نشونماش خوب است و امروز من به شما نشون میدم که نوک عادتا چه خاصیت دارد و چه خیلی وای بریدن در کار. اینا همه از کجا میگیرم؟ اینو من از شب و روز در اینترنت چتگی میخونم از پروفسورها و بعد به شما نشون میدم، در خودم تجربه کرده به شما نشون میدم. این درختایی که میبینید خلطه سلفانیقت خاک گرفته کشول کردم، اینا رو من راست کردم. این نودا راست بود، من اینا باید همش راست بود. من اینا باید راست شود. سه بروچکل که میبینید من بستم کمتر این خیلی عباره ها من کنج دارد، لیکن نوک رو ما اگر یکم قطارش رو کنج نه و راست بریم از اینجا با ما نودا میتید. با ما این نودا رو کوتاه که بریدیم پور از گلو گل خونه میشود. الان خیلی من هم خیلی کردم که اینا رو راست شدن. ببینید اینش رو نبریدم، واسه من برای چی نبریدم من گپ بزنم. و اکنون من نوکش رو کلته میکنم. از اینجا با ما نودا میزند. نودا دراز که شد سال آینده این نودا رو ما 15 سانتی متر مونده میزنیم. نودا این رو تنش پر از گلخانه میشد، نوکی بسیار میبندد و این دو تا که میبینید به یکدیگرش رقابت دارد. من اینش رو میتونستم هم خیلی باندم، لیکن گفتم بیا نبندیم. اینش رو از اینجا میبریم و بیرون روان میکنیم. یک تا پومچه بیرون رو نیو کرده هم خیلی زدیم که وای طرف رود و به شما حاضر من یک کسلی رو نشون میدم. اینش لیدر است. لیدر رو بلندتر میبریم برای اون که ما از اینجا باید با نوده گیریم و با پنجه با قطور تیم. اینه کسلی رو بینید. همدارون عزیز نوک باکتریانی ازش نوک میشود. سیب هم باکتریانی ازش نوک میشود. این باکتریانی ازش نوک است. اینه بینید سیاه میشود برگاتون کو منه. این رو با من خطایی کردم در اینجا پرتفتم توزه کرده. این برای شما نشون دادن در کارو بود. برای ما این رو دور میپرتیم میسوزونیم و این رو اکنون ما با چی کارکرد میکنیم. هرچنده که کارکرد ما بهار هم باید کنیم، تابستون کنیم. با این مایه حجمش رو وایش رو کم کرده، دوزش رو. این رو من خریداری کردم خورشید داد از مغازه، نامش رو فراموش کردم، دهقان رقم 1 است. چی است ولی رقمهاش رو در تگ نور میمونیم. شما از این میگیرید، درختاتون رو با پررگی میشویید به غرض از لیمون و ارچه و برگ‌های سبز و شگی نمیشویید. این نامش چی بود است؟ این نامش سمیس باردوسکایا 20% سوسپنزیا. این ایرانی است. این 3 سال ایران است. این داروی یا خیمیکات نیست. این نمک است. در ترکیبش بسیارتر همین این کوپاروسیمیس ضررناک نیست. این رو من نوارش میمونم، چیزش رو رکلامش رو میمونم شما رفته خریداری کنید. از بعد این من نشون میدم چه خیلی ما این رو خیلی نشون تیم از همین خریداری کنید و همون فروشنده شما رو میگوید که چند لیتر آب ارالش کرده شوید نهالایتون رو. همون آب رو آلدرش کرده شوشتنی من بگمانم به شما در کار نیست. شما خودتان اخلاقتون میگیرید. همدارون عزیز در پناه خدا باشید. همین کارا رو همین شب و روز کنید. شما خدا خواهد درختتان را از چند کسلی ایمی می‌دارید. اگر در داخل این باز یک چند داروی زهر خیمیکات است خوش کنید. جایی که کرم دارد که درختتان رو کرم پرمکه دیگه است. همون سوراخ‌ها رو پخ کنید، کرماتون هم میمورد. در پناه خدا باشید.